الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ما قبل دو قاعده و قانون الله تعالی بیان کرد که الله ولی الذین آمنوا هست، لذا این ولی یخرجهم من الظلمات الى النور هست. از شبهات و شکوک الله تعالی آنها را با هدایاتی که از بواسطه انبیاء تفهیم میشن آنها را به نور میبرد. و کفار اولیاء خود را که اولیاء کفار طاغوت ها هستند، لذا آنها را از نور به طرف ظلمات میبرند. اکنون یک نمونه ای که طاغوت چطور از نور به طرف ظلمات برد. نمرود طاغوتی بود و همه طاغوتی ها از او اطاعت میکردند. او برای اسقاط دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام سوال کرد ربت کیه که ما را به او دعوت میدی؟ ابراهیم علیه السلام فرمود ربم ذاتی هست که جان میدهد به جانداران و از جاندارها جان میگیرد مافوق اسباب. او از تحت اسباب تشاکل زندگی کرد که خب کاری که رب تو میکند من هم میکنم، انا اوهی و امی، من هم زنده میکنم و میکشم. دو اسیر را خواند محکوم به اعدام، یکی را کشت و دیگری را گفت رها کنی، گفت اینه کشتم اون رها کردم. خب این تحت اسبابه و او چیزی را اعمال کرد که سرش را از تن جدا کرد، روحش را که خدا قبض کرد، جان را خدا بهش داده بود و خدا جان را از او گرفت. حضرت فوراً از این دلیل عقلی که این را انسان با عقل میفهمه به یک دلیل به اصطلاح حسی انتقال کرد. گفت این خیلی احمقه، اگر من بگم که رب من رزق میده و رب من رزق نمیدهد، رب من غنی میکند و گدا میکند، او هم میگه منم غنی و گدا میکنم. یکی را میخواهد مال ها را از او میگیره، دیگری را مال میده. حضرت دلیلی را انتخاب کردن که دیگه اون مبهوت شد. این همون نه که طاغوت از نور به طرف ظلمات میکشه با یک سری چیزهایی که به ظاهره جان دهنده و جان گیرنده خدا هست. او میگفت من جان میدم. حضرت ابراهیم دلیلی ارائه کرد که مافوق اسباب از ارائه آن دلیل نمرود عاجز بود. نمرود که نمیتوانست خورشید را از مغرب بیاره، گفت رب من خورشید از مشرق میاره تو از مغرب بیار. چرا او خبیث نگفت که رب تو این کار را بکنه؟ او یقین میدانست که اگر ابراهیم علیه السلام پیش رب سبحانه التماس کند خورشید عقب گرد میکند و من دیگه برای همیشه ذلیل میشم. بی خاطر سکوت کرد بی ایمان. الله تعالی نمونه برای اخراج از ظلمات از نور الظلمات را ذکر میکند. الا ترتیب لفظ نشر غیر مرتب. الله تعالی میگه آیا نگاه نمیکنی به طرف اون شخصی که اختلاف و خصومت داشت با ابراهیم نسبت به ربش، یعنی توحید رب. سبب اختلاف و مخاصمت این بود که داده بود به خدا ملک و حکومت. از این خاطر گفت نمرود من ربک الذی تدعونا الیه. قال ابراهیم فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اون ذاتی است که جان میدهد به جانداران مافوق اسباب و جان میگیرد از جانداران مافوق اسباب. جان هم میدهد به جانداران و جان میگیرد از جانداران مافوق اسباب. او لعنتی گفت تشاکل به تحت اسباب انا اوهی و امید، من هم میکشم و زنده میکنم و میکشم. حضرت دید انتقال از وضوء الى الاوضاح کرد، این دلیل واضحی بود. حالا انتقال کرد به طریق واضح ترین. انتقال من الدلیل الى الدلیل این طریق خصومت هست. در میدان دلیل و در میدان خصومت وقتی انسان از یک دلیل طرف را نمیتونه قانع کنه، عاقل اینه که یک دلیل دیگر قانع کننده تر مطرح کنه. اگر ابراهیم علیه السلام میگه رب من نان میده لباس میده، اونم میگه من نان میدم لباس میدم،
خلاصت ما فوق اسباب را ما تحت اسباب تشاکل ذکر میکرد. حالا اینها برای ندای غیر الله میگه و رسول یدوکم، پیغمبر شما را ندا میکرد. آیا پیغمبر ما فوق اسباب ندا میکرد یا صحابه جلو چشمش بودن؟ به این خاطر ابراهیم علیه السلام فرمود ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. ربم میارد خورشید را هر روز از یک قسمت مشرق، شما بیارید اون روز را اون خورشید را یک روز از جانب مغرب. قرآن میگوید فبهت الذی کفر، مبهوت کرده شد، لاجواب کرده شد اون کسی که کافر بود، یعنی نمرود مبهوت شد. جواب این دلیل را ما تحت اسباب نداشت. جمله تعلیلیه چرا که خدا به مقصد نمیرساند ظالمین را، اونایی که عناد دارن. اینجا نمرود از عناد کار گرفت، اینجا ظالمین گفت، اینجا مراد معاند. جان به همه جانداران خدا میده و جان از همه جانداران خدا میگیره. او بی ایمان ما تحت اسباب گفتن اوهی و امید. اینو میگم مکابره و معانده. این عناد بود، ضد بود. ورنه نمرود که همه جاندارها را جانی نداده بود و از همه جاندارها جانی نگرفته بود. خب باز هم یک تفریع متفرع بر قاعده اولا هست که الله سبحانه و تعالی اولیاء مؤمنین هست و این مؤمنین را از شبهات که هر شبهه یک تاریکیه الله تعالی آنها را اخراج میکند به طرف نور. نمونه الله تعالی ذکر میکند. اون نمونه اینه، الله تعالی میگه الم تر الی الذی حاج ابراهیم الم تر الی الذی مر علی قریة، لذا این کاف کالذی زائد. نگاه نمی کنی به طرف آن کسی که خصومت کرد با ابراهیم و نگاه نمی کنی به طرف آن کسی که مر علی قریة، مرور کرد و تردد کرد و گذشت بر یک شهری در حالی که آن شهر سقوط کرده بود، خاویتون و من ساقطتون علی عروشها، روی سقفه های خودش. حالا این مار کی بود و این قریه کجا بود؟ بعضی گفتن این مار کافری بود و این قریه بیت المقدس بود، تخریب شده بود. ولذا اون کافر گفت دیگه این شهر دو مرتبه آباد نمیشه. این ماجرا رخ داد. لیکن این توجیه یک توجیه غیر صحیح است، مرجوح، درد نمیخورد این توجیه. قول صحیح که از صحابه هم منقول شده است، این مار حضرت عزیر و این قریه به معنای شهر بیت المقدسه. بخت و نصرین تخریب کرده بود و این پیغمبر حضرت عزیر سوار بر الاغی از کنار این شهر گذشت و بره جای دیگر. این شهر ویرانه ای بود. به یکی از قریه ها میخواست بره، بسیار تعجب کرد. این شهری که قدمگاه انبیا بوده و اولیا بوده و شهری که عبادت خدا اینجا به کثرت انجام گرفته چطور تخریب شده؟ ساکنان شهر وقتی مردند و رفتن، سقفه ها افتاده بودند، دیوارها روی سقفه ها و این بخت و نصری ها تاق و تاق کرده بودند. همیشه خانه های گنبدی اول می افتن سقفشون و پشت سر دیوار بود. قاعده همین، اینها سقوط کرده بودند. و دلیل الله تعالی با این مار، این کسی که مرور داشت گفت شنید دارد، با کافر الله تعالی گفت شنید میکند. این نبی صاحب وحی بود، الله تعالی با او گفت شنید کرد. پس دلیل اینه که این حضرت عزیره و قولی که این غیر مسلمان بوده این باطله. این شکوک کیفیت بود، قدرت نبود که به چه کیفیت این آباد میشه. آیا امتی جدید میاد و اینجا تشکیل زندگی میدن؟ کیفیت احیا
برای پیغمبر مورد تردد. آیا ساکنان این شهر بر میگردند؟ چطور میشه؟ فرصتی میرسه که ساکنان این شهر برگردند و هر ساکنی خانه و کاشانه خود را آباد کنه؟ حالا اینجا شهری را خراب بشه، هر کسی محل خانهش میداند، نمیداند، یا میداند یا نمیداند. اگر این نسل زود برگردد و خوبه، نگردد شاید شما میبینید کلاغ‌های ویران را در مسیری که شما میری به زابل در این استان، چقدر کلاغ‌های ویرانی بیلند، نه صاحبشون معلومه و نه ساکنشون مشخصه. این کلاغ‌های کهنه در دنیا وقتی ما رفتیم به ارگ بم، ارگ خیلی بزرگیه، واقعا ویران بود، سکنه نداشت، نه خانهش سکنه داشت و نه بازار اون ارگ و نه محاکم و دادگاه های اون ارگ و نه استبلهای بزرگ شاهی اون ارگ از اسب و از خادم اسب و از همه خالی بوده. هیچ ساکنی در اون ارگ دیده نمیشه. فقط نگاه میکردن اونجا چقدر انسانهای بودند و چه ناز و نخرهایی و چه تاخت و تازهایی و چه جنایتهایی توی اون ارگها انجام گرفته بود که امروز ویران، یا چه طاعت و عبادتهای انجام گرفته بود که ویران. انسان میره این ارگها را میبینه و این تاقه های متروکه را میبینه، خب به در دل انسان چنین خطور میکند. یک زمانی بود این دربار کی بود؟ پهلوی بود، چقدر رفت و آمد و ایست و سلام و ایست و کلام بود که امروز ساکنه برقی هم شب تویش روشن نمی کنند، تاریک نیستن. این خاطر اللہ تعالی میگه نگاه نمی کنی به طرف هم کسی این تاب زائده که مرور کرده بر یک قریه‌ای. اللہ تعالی شبهات افراد و هدایت می‌فرماید در حالی که او سقوط کرده بود بر سقف‌ها. قال گفتون به این مار که پیغمبر عزیر است، انا یحیی هذه الله بعد موتها، به چه کیفیت؟ انا بمعنی کیفه، احیا می‌کند این قریه را الله تعالی بعد از ویرانی آن در قیامت یا در دنیا. فاماته الله، پس موت داد او را الله 100 عام، 100 سال موت داد. فاماته الله را باتی گفتن که این روح در جسد او محبوس شد، نه بیدار شد و نه زنده بود. به اصطلاح روز استقلبی شد. چه شد؟ استقلبی. شوک برقی میدادن حرکت میکرد، استقلبی شد. لیکن صاحب روح المعانی میگه نه، استقلبی نشد. فلما نام نزع الله منه الروح، اخراج روح شد. همانطوری که تعبیر قرآن فاماته الله 100 عام، اصحاب کهف گفت که تحسبهم ایقاظا و هم رقود، اونها خواب بودند و این را خدا موت داد. موت هم به قبض ارواح بود. ثم بعثه، بعد خدا بیدارش کرد بعد از 100 سال و در این مدت سال کرد کم لبثت، و سائل کیه؟ الله هست و انبیا با انبیا حرف میزند، وحی میفرسته، کلام میکنه و با کافر هم خدا حرف میزنه و کلام میکنه. قال لبثت یوما، فرمود من لبس کردم یک روز. گفت نه بل بعد یوم، چون خورشید طلوع کرد حضرت استراحت کرد. وقتی بعد از 100 سال بیدارش کرد، زندهش کرد، حشرش کرد، بعد از ظهر گفت روزم کامل نیست، بعد یوم، چون روز از صبح صادق تا غروب آفتابه، لحظه بعد یوم هست. اللہ تعالی فرمود نه بل لبثت الله
بل لبثت 100 عام، شما مکث کرده اید 100 سال در این حالت. 100 سال لبس شما، مکث شما اینجا بوده. فاماته الله 100 عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعد يوم. قال بل لبثت 100 عام، بل شما مکث داری 100 سال. 100 سال حضرت عزیر در حالت موت بدون تغییر اینجا قیام کرده بود. حتی طعامی که با حضرت همراه بود و آبی برای شرب در مسیر سفر اون هم لم یتغیره. وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. نگاه کن طعامت را و آب نوشیدنیت را. طعام میگن که انگوری بود، انجیری بود، میوهی بود. شراب هم نوع آب میوهی بود. اصلا تغییری نکرده هیچ کدام. لم یتسنه، لم یتغیر. وانظر الی حمارک، الاغ را هم نگاه کن. شما خر را نگاه کنید، استخوان سفید. احییناه و احییناک، ما او را هم زنده می کنیم، شما را هم زنده کردی. چرا؟ ببینید وا عاطفه، معطوف علیه او معطوف دوتا محذوفه. احییناه، این خر ما زنده می کنیم، و احییناک، و شما را ما زنده کردیم. چرا؟ لنجعلک آیة للناس، تا شما را قرار بدیم یک نمونه برای انسان ها که حشر و نشر حق است. اور نگاه کنه به طرف استخوانه های خر، کیف ننشدها، چطور ما اونا را حرکت میدیم. ثم نکسوها، بعد ما میپوشانیم بران استخوانه های سفید گوش. حضرت زنده نگاه میکند، استخوانه ها به هم پیوند شدند. استخوانه های خر که سفید بودند، هیچ گوشتی و پوستی بر آنها باقی نمانده بود. احتمال داشت که خر آبی بخورد، گیاهی بخورد، زنده بماند. اینجا آبی باشه بخوره و اینجا چشمه‌ای باشد، لیکن خر الله تعالی کشت و استخوان کرد. بودن طعام و شراب بدون یخچال و فریزر، اون هم در یخچال 100 سال ماندن که از نصاب حساب 36,000 سال میشه. 36,000 روز. چقدر؟ 36,000. 360 را ضرب در 100 کنی چقدر میشه؟ 36,000 روز به خدا معرفی میکند. بعد یوم الله تعالی گفت او عزیری های بدبخت، این معبودی که شما درست کرده ای و او را میخوانی، حالش اینه که او از خودش خبر نداره. از خودش خبر، پس فریاد شما را بشنود، درد شما را تشخیص بده و برای درد شما پیش خدا شفاعت کنه. این مسئله های مسئله بعدی هست. این حضرت عزیر فلما تبین له، وقتی تشخیص مشخص شد برای او، تو در حالت بی اختیاری و اضطراری فرمود عالمو ان الله علی کل شیء قدیر، من یقین دارم که الله بر هر چیز قادر است. 100 سال لم یتغیر طعام و شراب را نگهداری میکند، من هم لم یتغیر نگهداری میکنه و الاغ من را کشته و استخوان سفیدی او را نگهداری میکند و برای زنده کردن دیگه تشکیلاتی نمیخواد. در آن واحد الاغ حضرت زنده شد، شام و پروا به صدا در آمد و ایستاد و برای سواری آماده. پالان هم بالای او گذاشته شد و سوار شد و شهر بیت المقدس تمام تکمیل آمد و در 100 سال در کنار این شهر
کسی هم نه او را دید و نه خرش را دید و نه طعام و نه شرابش را دید. وقتی خدا یک دفعه قدرت نمایی میکنند همین طوره. در کنار شهر هیچ کسی بر اون مطلع نشد، همانطوری که بر اصحاب کهف قدرت ویژه الهی اینجا اعمال شد. وقتی حضرت عزیر رفت و پرسیدم گفت من عزیرم، گفت نه بابا عزیری خبری نیست، 100 ساله تاریخ آن نگاه کرده بابا 100 سال به این طرف خبری از عزیر نبوده، تو از کجا عزیری؟ باید گفتم بابا انبیا تورات را حافظند، اگر این عزیر همون عزیر امتحان بگیرید تورات را حفظن بعد یاد داشته باشید. سوال میکنه از هر جای تورات حافظش هم خراب نشده، پیر نشد. از هر جای تورات سوال میکنه مثل بلبل میخوانه. الله تعالی میگه عزیری های بدبخت، این حال معبود شما از شما خبر ندارد. لا تأخذه سنة ولا نوم، الله هست که نه خوابش میگیرد و نه چرت میزند. الحی القیوم، اون کسی که خودش در تام مرگ میره، او کجا میتواند برای دیگران مشکل گشا، حاجت روا و فریاد رس باشد. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، این هم نمونه دوم که الله تعالی ولی المؤمنین هست، یخرجهم من الظلمات الى النور هست. اونجا ببینید در قلب حضرت عزیر یک شبهه آمد در کیفیت احیای شهر. 100 سال موت، بیداری، همه چیز سر جا. و در قلب ابراهیم علیه السلام وسوسه آمد از کیفیت احیا. الله تعالی گفت مگر تصدیق نمی کنی من زنده؟ بله، لیکن قلب من وسوسه دارد، میخواهم نظاره کنم نمونه، یک نمونه باره. خب 4 تا پرنده بگی، تربیت کن، بر اینها را بکش، خرد و خمیر کن، در 4 قسمت روی 4 قلعه کو بگذار و بعد اینها را بخوان، میبینی چطور زنده پیش تو میاد. بکش اینها را، خرد و ریزه کن اینها را، در 4 قسمت تقسیم کن، ببر بر سر 4 قلعه کو بگذار و بعد فقط صدا بده، همه میان پیش شما. هنگامی که گفت ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، ربا به من نشان بده کیفیت زنده کردن تو مردگان را. فرمود ولم تؤمن، آیا برا باور نداری، تصدیق نمی کنی؟ قال بلا، گفت بله بله، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن من میخواهم که قلب من مطمئن بشه از کیفیت، از تعیین کیفیت، ذهن به طرف کیفیت دیگر مشوش نشود، قلب درجه اطمینان بیاید. قال فرمود فخذ 4 من الطیر، بگیر 4 تا پرنده. میگه 4 تا پرنده، خروسی بود و کرگسی بود و طاووسی بود و شاهینی بود. 4 تا خروس و کرگس و طاووس و کلاغ، هر یکی از اینها در یک طبیعتی هست. طاووس زیاد اکال نیست، لیکن شان و شوکت و قیافش به خاطر پرهای زیبا زیاده. دیگ میدانی چیش زیاده. دنیا ضرب المثل که خروس چه بلاییه. او شاهین، اون شاهینه خیلی میخوره. شاهینه لاشخور نی، شاهین لاشخور آهوها را یک جمع میکنن، خرگوش یک مرتبه میکنن. لاشخور نمیگن. او کلاغ تو طبیعتش حرص و عقل، لیکن با خست کثافت ها را دور بر بچه ها اینا میگن. 4 مرغ با 4 طبیعت متضاد گرفت و باز گفت فسرهن، اینها را رام کن، آشنا کن با خودت. ثم جعل على كل جبل منهن،
یعنی فسرهن معنیش اینه که تو کاملا با آنها آشنایی داشته باشی، پرهای اینها را، شاخهای اینها را، کیافهای اینها را. وقتی کسی مرغها را پرورش میده همه رنگ و کیافهای او برایش مشخصه. برای اینه اینها را به خودت رام کن که تو از هویت آنها، از شکل و قیافه آنها، از پر و بال آنها، از همه چیز آنها آگاهی داشته باشی، معرفت کامل با آنها داشته باشی و باز قرار بده بر هر کوهی از آنها جزی غطعه گنباختر و بار اینها را غاطی کن. ثم دعوهن بعد بخوان آنها را یاتینک سایا میان زنده شده در حالی که سا و تلاش دارند و می پرند و پر می کنند. تو می دانی همون خروسه، همون تاوسه، همون دیکه، همون کلاغه، هیچ فرقی در آنها نیست، نه در پر آنها، نه در بال آنها، نه در سم و نوک آنها، کما کان اینها می آید. و یقین کن که الله عزیزون بر کردن انجام هر چیز، حکیمه در عدم کردن. حالا بعد از این که تبیین توحید شد که برای او انفاق و جهاد میشه و دلائل هم داده شد که توحید براهین هم برایش خوب داده شد و سه نظائر هم بیان کرد برای دو قاعده بزرگ. الله ولی المؤمنین هست، چطور اخراج از ظلمات الی النور میکنه، دو دلیل داد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، یک دلیلی داد. نمرود دیدی چطور در برابر ابراهیم همه نمرودی ها را بدبخت کرد و احمق کرد و همه را دنبال خود انداخت و ابراهیم را به کوره آتش برد و دست از پرستش بت‌ها نکشید. دیدی چطور تبلیغ کرد، چطور مقابله و مبارزه کرد. اکنون الله تعالی میگه مسئله توحید، مسئله رسالت و انک لمن المرسلین تبیین شده است. لذا ای مؤمنین شما در انفاق عقب نشینی نکنید، در جهاد عقب نشینی نکنید. این دو کار را انجام بدید، حکم خدا و رسالت رسول الله تثبیت میشه. لذا دستور انفاق را و مثالهای مختلفی الله تعالی میدهد که شما دیگه الان از انفاق دست نکشید، مالتان را، جانتان را که جهاد هست و انفاق در راه خدا صرف کنید. حالا نمونه برای انفاق مقبول، مثل الذین ينفقون، ای مثل نفقات الذین، اینجا مضاف مقدر در تفسیر جلالین هم که نگاه کنید. مثال اون نفقاتی را که خرج می-کنن، مثال نفقات آن کسانی که خرج می-کنن اموال خود را در راه خدا، مثال نفقات آنها مثل یک دانه ای هست که او دانه سبز می-کند 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه. خب این که ادناترین انعام در راه اعلاء کلمت الله، هر که مال خرج کند 1 قران به 700 قران. لیکن الله تعالی میگه به 700 منحصر نیست، والله یضاعف لمن یشاء، از 700 هم بالاتر میدهد به قدر اخلاص و مشقت. والله واسع علیم، الله وسیع به افزونی و علیم اخلاص و مشقت را میدهد. خب شرایط قبولی صدقه، باید اون صدقه برای خدا داده بشه و پشت سر صدقه من و احسانی نباشه. اول بده و بعد احسان بزنه که من چنین کردم، من چنان کردم و طرف منفکله اذیت بشه از احسان او، یا خرج کنه و در مقابل چقدر کار هم از او بگیره. الله تعالی میگه احسان و اذیت و آزار فعلی را دنبال او نکنید، اون نفقه برای خدا. اونهایی که انفاق میکنن اموال خود را در راه خدا، باز به دنبال اون انفاق نمی کنن، به دنبال ما انفقو نمی کنن، من احسان زنی را زبان و نه ازارا و خدمت گرفتن را
برای این انسان ها اجر آنها نزد رب هست، خوفی نیست برای آنها و نه مغموم میشن برای دیگران. خوبه کسی از شما چیزی میخواد شما نداری، کوبنده جوابش ندی، کلمه زشتی بهش نگی، سخن خوب در جواب صالح در حالت ناداری شما نداری، پس سخن خوب برای اشاعت دین و در گذر از سائل و بیتمیزی و لجاجت سائل، اینها بهترند از اون صدقه و خیراتی که دنبال اون صدقه و خیرات ازای کولی یا فعلی باشد. شما دادید و بعد گفتید گم شد گدای بی معرفت، تو بهتره که شما بگید ببخشید معاف کن خوردن ندارم. این بهتره از اون صدقه ای که اول بدید و بعد شما ملان مردم را کشت، یه ملا گفتی لنگوتا کوتا نندید و ملا استی تو نندید، درد سرش کرد و مسئول کرد بر گدا پرورش شده در مسجد مکی. چه فایده بابا؟ هر این حرفا را میزنه خدا به چشمش بگیره اگر میده، فقط حسودیش میآید برای آنهایی که میدهن. دیگه تجربیات ما شده، آنهایی که میدن هیچی نمیگن، همینایی که نمیدن زورش هم میاد ملا گدا ملا گدا مفتخور. دیگه بعضی که احترام بگیرم میگه مفتخور. تو اگر ملا مفتخوره بیا بشین، تو بیا بشین سر دست حالت میپرسیم چطوره. این اولیاء ها نگاه کن، 1 ساعت حاضری و 4 ساعت غیبت. ملا مفت میخوره، هر کسی شما را گفت ملا مفت میخوره بگی آقا بیا هم تو مفت بخور. اگر تو واقعا میدانید که مفت خوریه، ملا ها مفت میخورن، تو بیا هم مفت بخور. تو بیا 1 ضربه یضربو دا یدوی گردن کن تا حال تو گرفته بشه که چیه، 5 ساعت سر درس بشی تا حالت گرفته بشه که واقعا کجا مفت خوری. الله تعالی میگه سخن خوب، حالا سخن خوب در جواب سائل یا سخن خوب برای خدا و در گذر از سائل بی‌تمیز بهتر از اون صدقه که دنبال آن عذاب باشد، خواه از زبان یا از دیگر راهی. و خدا غنیه، نیازی به صدقات اغنیا ندارد، حلیمه. اگر این اغنیا را مارپیچ نکرد و چند سبایی نانو که آنها را به اختیار آنها گذاشت که از دهن فرو ببرن، او حلیمه. شرط این همه شرطن که گفت که مقبولیت شرایط قبولیت صدقه اول در سبیل الله باشد، دوم لا یتبعون ما انفقوا منا و اذا، لحاظا شرط دوم ادمی. شرط سوم گفت که و چهارم یعنی اذا نکن یا ایها الذین آمنو، این شرط ادمیه سوم و چهارمه. یعنی صدقات خود را با من و احسان باطل نکنید. اگر کسی صدقه ای داد خیراتی داد برای خدا و بعد رنجیده شد از منفق علیه و او را احسان زد که من تو را دادم و من تو را پرورش دادم و تو مار در آستین شدی، دیگه هیچ همه به بعد میره. الله تعالی رحم میکنه. شرایط قبولیت صدقات اینه که پشت سرش من و عزایی نباشه، احسان زنی با زبان یا مثلا خدمتگیری در عوض نباشه. یک زمان برای شما یک داستانی گفتم که هر بنده خدای نانی شامی میداد، خدمتی که از مهمان میگیره، حتما میگفت بغلی هیزم بیار تا من آردی بپسم. این نفقه دردی نمیره. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مؤمنین باطل نکنی صدقات خود را با احسان زدن و با اذیت رسانی.
کالذی ینفق ماله رئاء الناس، تشبیه ابطال به چیزی دیگره. ابطالی که مثل ابطال نفقه اون آقایی هست که خرج میکند مالش را برای نشان دادن مردم و ایمان بالله و الیوم الاخر ندارد. امروز گوش و بلر و شهرون چقدر خرج میکنن، چقدر روزنامه میکنن که ما خرج کردیم، ایمان ندارم بزیاد. هر جا میگم برای حقوق بشر خرج میکنیم، برای خدا. اولین شرط همونه که فی سبیل الله نیست. این همه کمک‌های بین المللی کفری به نام حقوق بشر فی سبیل الله نیست. اولین شرط مقبولیت با اینها نیست. و بعد برای نشان دادنه که مردم بگه اینقدر داده، بگید اعلان کنید کمک‌های فلان ارگان یک سماور کافی، یک پتوی 2000 تومانی، اینو باید اعلان کنید. کادوه چیه بابا؟ توی کادو فلق چایی بخور، سماور چایی بخور، پتو بالای بیانداز، نفس دیگه نکش. همه این کادوها مطلب دارن. سماور بزن ببر، او پلاس چایی کن، او پتو را بالای بیانداز، تو ملای خوندی. با کار مردم کاری نداشته باش، شرک میکنن کاری نداشته باش، بدعت میکنن کاری نداشته باش، نماز میخوانن نمیخوانن کاری نداشته باش، تو مردم خوندی. این نفاقها رعاء الناس لا یؤمن بالله والیوم الاخر، اینا رو برای رضای خدا نمیدن. مثال اون نفقات ریایی و مثال اون نفقاتی که پشت سر من و اذا هست، الله تعالی میگه مثال اینها مثل یک سنگی، بالای آن سنگ کمی خاکه ولی خاکها تازه بهارهای هم سبز کرده، یک باران بسیار شدیدی میاد. حالا هرچی که روی این سنگ هستن این باران شدید صاف میکنه میبره یا نه؟ حالا اینها را اللہ تعالی تشبیه داد به سنگ، نفقه آنها را تشبیه داد به اون خاک، و ریا و من و اذا را تشبیه داد به باران شدید. وقتی این باران شدید بیاید، همون ریا آمد، من و اذا آمد، این ذره نفقات شخص ریاکار و منمان و موزی همون صخره سنگ، نفقش همون خاک ذره خاکه. و اگر خاک 2 متر 3 متر خاک روی سنگ باشد یک مقداری را آب میبره، باقی میمانه. لیکن ریاکار همیشه صدقش قلیل و اونی که من و اذا هم میکند هم قلیل. الله تعالی نجات کرده. اینقدر که دستور انفاق داد، شرایط مقبولیت انفاق را ذکر کرد. فی سبیل الله باشد، پشت سرش من و اذا نباشد. حالا مثالی برای اون صدقه‌ای که بدون اخلاص یا من و اذا پشت سر دارد. مثال اون صدقه ریایی مثل یک سنگیه که بر آن خاک باشد، پس برسد به این سنگ باران شدیدی، وابل یعنی باران شدید، پس میگذارد این باران شدید اون سنگ را، صفوان را سلدن صاف، سلدن به معنی املت، صاف. لا یقدرون، این ریاکارها و اونهایی که احسان می‌ذارن مانین قادر نیستن بر هیچی از آنچه که کسب کردن در دنیا. این صدقه آنها را ریا، صدقه آنها را من و اذا از بین برده. والله لا یهدی القوم الکافرین. الله تعالی ریاکار مشرک، شرک خفی بهش گفته.
چون اینجا گفت لا یؤمن بالله و الیوم الاخر. کافر انفاق میکنه لیکن برای خدا نمیکنه، لذا روز قیامت برای کافر هیچ چیزی دستگیر نمیشه. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. الله تعالی قومهای کافر را برای جنت راهنمایی نمیده. باز الله تعالی مثالی میده برای آن صدقه‌ای که برای خدا میشه. شرایط مقبولیت دو هست سروران میبرن. هم برای رضامندی خدا میده که الله راضی بشه و وقت دادن دلهره نداره، ترش نمیکنه، خوشحال میشود که من برای خدا میدم. این دو شرط مقبولیت خیرات و صدقات، زکات، همه در این نفقات داخل سروران میبرن. قربانی، همه اینها در صدقات داخل. مثال نفقات آن انسانهایی، ببین بعد از مثال نفقات، مثال نفقات اون انسانهایی که خرج میکنه اموال خود را ابتغاء مرضات الله، شرط اول وجودی مقبول برای طلب رضای خدا. دو، تثبیت من انفسهم، قلب آنها دلهره ندارد، خوشحال میشه که ما برای خدا دادیم. برای ثبوت قلب خود، برای اطاعت خدا. این تثبیتا مفعول مطلق برای ينفقونه. انفاقی که قلب انسان برای انفاق تثبیت میشه. بسیار انسان میدن لیکن دلهره دارد، رنج دارد، با تنگی دل میدن. یا مثلا خوشحال کن برای خدا دارد. روزی بنده خدایی کمکی داد و با زبان گفت خدا کند که در قلبش گفت من هرچی برای خدا میدم من خوشحال میشم. او واقعا ایمان میخواهد، من به خدا دادم، احسانش را نه بر متصدی مسجد میزنه و نه بر کسی دیگر، میگه من برای خدا دادم. تثبیت من انفسهم. مثال نفقات اینها کمثل جنتی، مثل یک باغی به ربوت در یک ارتفاعی که آب و هوای اون باغ خیلی زیباه، چون بر ارتفاع هواش خوبه و آبش خوبه. اصابها وابلون، اگر بر این باغ که در ارتفاع قرار دارد دمه است و باران شدیدی بهش برسه تو فآتت کلها ضعفین، میوهش چند برابر میده. و اگر به این باغ که در ارتفاع قرار دارد باران شدیدی نرسد فتل باران خفیف را میگه. بعد یه معنی کرده شبنم، اون درست نیست، باران خفیف، کمی باران هم بیاید. این باغ که در ارتفاع است، هوا سرده، هوا در ارتفاع سرده نیست، لحظا اون باغ هنوز هم سرد میشه، ثمر میده، کفایت میکنه. فتلون یکفیه یا یکفیها والله بما تعملون بصیر. الله تعالی دان که شما عمل میکنید بیناست. ترغیب اخلاص که انفاق کننده تو همیشه خدا را در نظر بگیر و خود مشخصه که انسان برای کی میگه. بعد بیان انفاق فاسد و مثال دوم برای عدم اخلاص. الله تعالی میگه کی از شما دوست دارد که باغی داشته باشد و همه زندگی او از باغ تامین بشه، از محصول اون باغ، خودش پیر شده، از کسب و کار و تجارت هم افتاده است، بچه های کوچلوی هم داره دور برش میگردن، منبع درآمد فقط همین یک باغ، محصول این باغ به فروش میره و برای 11-12 ماه دیگر منبع درآمدش فقط همین باغه. حالا آتش بیاید و طوفانی بادی با آتش بیاید و این باغ را آتش بزنه، همه
باغ آتش بگیره. حالا شما بگید که این صاحب باغ در چه تنگنایی قرار میگیره؟ اگر تنها می بود خب تحمل میکرد درست نگیره، در حالی که ذریتون ضعافون بچه‌های کوچولی دور بر اون میکردن. منبع درآمد فقط همین باغه. شما بگید که این انسان در چه تنگنایی قرار میگیرد و فشاری. به عینی ریاکار همینطوره. ریاکار ظاهرا چیزی داده، فکر میکنه که من دادم، لیکن آتش ریا، عدم اخلاص، آتش من و عذاب، اون محصولش را آتش ده. زمان درماندگی اون که در محشر است. محشر می آید بابا همه صدقات به باد رفتن. چرا؟ یا منی پشت سرش بوده، یا عزایی بوده، یا این که ریایی بوده، و در حالت درماندگی میدان محشر او دست خالیه. مثال منفق مرائی و مثال منفق مان و مودی همین الله سبحانه و تعالی میگه. این حالت را کی دوست دارد؟ یعنی هیچ کسی دوست ندارد. لحاظا ریاکاری نکنید، من و عطا هم پشت سر نگذارید. دوست داردی که از شما که داشته باشد باغی، اون همه درخت خرما که محصولش دوام دارد، و انگور که هم محصولش دوام دارد به صورت کشمش، جاری باشد در زیر اون باغها نهرها. برای این آقا هم در این باغها انواع و اقسام میوه غیر از درخت خرما و انگور باشد، انار تویش باشد، دیگه میوه ها تویش باشد، آلو و زردالو و غیره. و برسد به این پیرمرد الکبر و زمان پیری که زمان احتیاج بیشتری، و برای این پیرمرد ذریتون ضعفا، بچه های کوچولو که توانایی کسب و کار هم ندارن. بله اگر یک پدر پیرمرد و دهتا بچه کاسب تاجر دبئی می روند و هنگ کنگ می روند، خب اون دیگه هیچ پروا نمی کنند، لیکن له ذریتون ضعفا هستند. پس برسد به این باغ اعصار، یک باد شدیدی که در آن آتشی برقی هم باشد، پس این باغ بسوزه. چه شخصی این حالت را دوست دارد؟ یعنی یک شخص دوست ندارد. ایود احدکم، این کیفیت را کسی دوست دارد؟ هرگز این کیفیت، این حالت برای هیچ انسانی مرغوب نیست. لذا ریا همون عصار فیه نارون هست و پیر همون میدان محشر دیگه، محل کسب و کار نیست، و زمان پیری زمان کسب و کار نیست، اونجا هم زمان کسب و کار نیست. و ریا و من و عذاب همون عصار فیه نار، و صدقات او و اعمال ریایی او همون باغ. این حالت را دوست ندارد، لحظه ریاکاری من و عذارا پشت سر اعمال یک صدقات خیرات نکنید. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دین کیفیت اللہ تعالی آیات را بیان میکنه تا شما تفکر کنید. باز در راه خدا اللہ تعالی میگه طیبات را خرج کنید، چیزی که محبوب خرج کنید. گاگایی میشه الان دیگه این پالیزی ثمرش به فروش نمیره، حتی نزد زاهدانیا صاحبادیا و اون طرفیات خربوزه دارن. گاگای میگن که دیگه پایانه خربوزه میگه الان زاهدانی شدن، تهرانی ها اینا را نمیخورن، کوچولو مساکین زاهدات در شیرآباد و در کریم آباد و در بازار مشترک اینها را میخرن. لہذا وقتی که زاهدانی هم که شدن نمیدن، زمانش میشه که نه زاهدانی هم و نه تهرانی هم بار میزنن برای حوزه علمی. اللہ تعالی میگه اینطور نه.
از آنچه که طیبات من دادم بدید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. سبحان الله. این انسان را الله تعالی خالق نمیگه، کاسب میگه. یعنی از اون چیزهای طیبات، از کسب طیب و پاک حلال باشد، حرام نباشد. طیبات ما کسبتم مال تجارته. و مما اخرجنا لكم من الارض، و اون طیبات از آن چیزهایی باشند که من برای شما از زمین در آوردم. نوبت زکات همون باشه، بریم ببینیم زکات ببین. این بار زکاته، نه زاهدانی میخرن نه تهرانی میبره زکات توضیح میکنه. این نشه. همان طوری که خوب و خراب داری، بله در باب زکات، در باب صدقه لازم نیست که انسان مرغوب ترین میوه را بده یا مرغوب ترین دام را بده، نه مرغوب را بده، نه مردود را بده. واتخذوا وسط بده، واتخذوا بین ذالک سبیلا. نه دام اعلی را بده، نه دام ادنا را بده، متوسط بده. نه میوه عمده را بده و نه ادنا را بده. نمیگه همون خربزه درجه 1 را بده و نه همونی که افته دیگه درد نمیخوره، بس از اون اوساط بده. حالا اسلام همینه گفته طیبات ما کسبتم و از آن چی که ما در آوردیم برای شما از زمین. ببینید گاهی انسان بدهکاره، ببخشید طلبگاره، میره پیش طلبگار خودش، بدهکارش، بابا خاکی خوکی هر چی داری بده ما بر میداری. او میاره یک فرشی که بوی ادرار بچه هاش از فاصله انسان راحت میکنه. میگه بابا از دست این دیگه هیچ چیزی در نمیاد، بیاد این فرش ببریم خانم ها را میگیم بشویید و بگذارید توی آشپزخانه. درد آشپزخانه میخوره و اگر درد آشپزخانه نکنه خواهم برای شب خوبه که توی حیات بیاندازی. به اصطلاح تاجرها با شعری و با سخنی خود را از او خلاص میکنه. الله تعالی میگه چیزی به خدا ندی که اگر خود شما را عرضه کنن در برابر طلب شما حاضر به اخذ آن نیستید مگر اینکه چشم ببندید. دیگه در دستی دیگه چیزی بر نمیاد، بابا همین بوسه تو 10,000 من 20,000ش بر میدارم میده بگذاریم. دائم انسان ها خوب همینطور میکنن، میبینه از دست چیزی بردر نمیاد، یک فرش پهنه و یک بوز مردنی را بر میداره، یک به دو خود را خلاص میکنه و میره. الله تعالی میگه ولا تیمموا، کس نکنید خبیث را، مردود را، ردی را از این مالهایی که من در اختیار شما، در حالی که شما خرج کننده آن باشید و در حالی که خود شما نیستید آخذ آن به عوض حق واجب خود، الا ان تغمضوا فیه، مگر اینکه شما چشم را ببندید و بردارید. میبینی از دست او برآورد نمیشه، بابا همین خرت هم میبرید، اونجا دیگه دردی نمیخوره، بچه ها علف روش بار میکنن میارن. الله تعالی میگه اینطوری چیزی را خود شما کسب نکنید و یقینا بدانید که ان الله غنی حمید، من شما را دستور انفاق دادم، من نیازمند نیستم، من غنی از خوب و خراب شما هستم، نه نیازی به خوب شما دارم و نیازی به خراب شما دارم. حمید هم هستم، ستایش شده هست خدا، نیازی به ستایش و حمد شما ندارم. سبحان الله. با تنبیه بر مزاحمت شیطانی. شیطان همیشه دشمن انسان، هر جا که انسان میخواد برای خدا بده شیطان میاد، بیچاره زحمت کشید تنها میدی بی همین مفتخورا میاید، گرسنه میشی، فردا خودت میمیری، بچه‌هات یتیم میشن، گرسنه میشن. شیطان هر
هر جایی که خیر انسان هست در آخرت شیطان سخت مقابله می کند و اینجا الله تعالی بخل را تعبیر به فحشا کرد. خدا انسان را بخیل نکند. در تمام قرآن عظیم و شان فحشا به زنا گفته شده است و بخل را هم خدا فحشا بود. چرا؟ همانطوری که نعوذ بالله روسیاهی انسان را بدنام و منفور و دور می کند از انسانها، بخل هم همینطور. حدیث آمده است سخی به خدا نزدیکه، سخی به الله و به انسانها هم نزدیکه. بخیل هم از خدا دوره و هم از مردم هم دوره. مردم هم میگن بگذاری بخیلیه دیگه، رمی میاد میکابد دروغ میاره و بعد بزغاله هم بکشته اینها بخورن دوباره تو دعای خیری بکنن. آنهایی که دارند و نمیدن دشمن برای خود میسازن، حتی اولاد خود بخیل هم دشمن میشن. اگر عامل برادرزادهش را خوب میداد میکشتش، تو برادرزاده منی همه را بیا بخور برای من هم خدمت کن، چون بعد از مرگ همه مرا تو میخوری. اگر عامل نداد که برادرزاده کشتش. اگر کسی بخیل بشه به خویشاوندان نده، حتی بعض اینقدر بخیلن که فرزندان خود را هم نمیدن، تو این فرزند میگه سود میره سکته قلبی بکنه، سکته مغزی بکنه، فردا این ماشین 70 میلیونی 150 میلیونی زیر پای من میره. بعد این فرزند هم رحم نمیکنه، میره سر غربش یک قلقت هم میزنه، یک بوتل شراب هم بالا میزنه. سخی بشه، بخور، بده به بچه ها بده. حالا اونی که انسان به بچه های خودش میده، به زن و فرزند خودش میده، و حتی اگر یکی انفاق نکنه زن هم دشمنه. و زنی مردش نکش، خاطر ثروتش کش. برادر میکشه به خاطر چیه؟ نزاع مالیه. فرزند پدر هم کشته، نزاع وقتی مالی میشه. خب فرزند بر پدر هم رحم نمی کنه. ما در این دیار و عصر و زمان خودمان نظایر داریم به خاطر اختلاف مالی برادر حقیقی خود را کشته، فرزند پدرش را کشته و زن شوهرش را هم کشته به خاطر ثروتش. و اگر وجود کنه زن هم در حد کافی بده، فرزند را هم در حد کافی بده، برادر هم در حد کافی بده، اونا چرا دشمن میشه؟ انفاق مال هم گاهی برای دفع شر است. شاعرها که دهنشون ویله حرف میزنن، شعر میگن، بسیاری رسول پاک صلی اللہ علیه وسلم میداد که دهن اینا بسته میشه. عمل کن، دفع شر ده. و یکی برای رفع حسادت، شما کسی را میبینی با شما داره حسادت میکنه، حالا چیکار کنید که حسادت او را نسبت به خودتون کاهش بدید؟ دیدی بهش یک 50,000 تومانی میدی دیگه حسادتش کم میشه. نمیشه. تا زنده باشد دعای خیر میکنه، تا زنده باشد تحسین میکنه و حتی میگه خدا در جان و مال تو برکت بده. محتاجها چقدر دعای خیر میکنن، نادارها چقدر دعای خیر میکنن. آنهایی که میدن دعای خیر میشن، آنهایی را که نمیدن دعای بد میشن. مسکین بدشون میگه، گدا بدشون میگه، زن هم بدش میگه و بچه ها هم شب بلند بشند و دعا کنن خدا جانی نبگی. باور کن. الله تعالی
جود را خیلی دوست دارد و شیطان دشمنه. الله تعالی می فرماید شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما را تخویف می کند، می ترساند. یعدکم به معنی یخوفکم، شما را تهدید می کند بگه فقیری در صورت انفاق مال خوب، و شما را دستور می دهد به فحشا بخل. همه گفتم فحشا اینجا به معنی بخله. بخیل منفوره، حقاق منفوره، پیش همه منفوره. قصه ای هم برای این تبیین بشه. یک بخیلی مالداری زن و بچه داشت، گوسفند رمه داشت. این بیچاره ها برای خوردن مقداری گوشت بسیار نیازمند شد. روزی بچه‌اش هم کوچک بودن، یکی رمه را میچرانید، یکی بزغاله ها رو بره ها را میچرانید. آخر این مادر بچه ها هم گفت ما خیلی محتاج به گوشت شدیم، پیرمرد خدا بزنه یک بره هم نمیکشه، یک میش که دیگه از زاییدن بچه هم افتاده نمیکشه. امشب با بچه های خودش گفت بچه هم میداری چیه؟ یک بره ای که توی خانه نازنین بود، گفت امشب اینه میکشی و لحاظا میپزیم و میخوریم و اون پیرمرد را هم میدیم و لحاظا بعد من باشون میگم ببینی منم میزنه یا من طلاق میده. مردکه بد اخلاقیه، هم میزنه هم طلاق میده، ولی شما برای زدن نگذارید. بچه هاش مشوره کرد، بچه هاش هم گفتن خوبه ما مردی باید بگوش. بره را کشت فوق. زمان این تشکیلات پیاز و گرجه و علی بله نبود، بلوچی ما ساده توی دیگ ریخت و آب کنده را زیرش کرد و تا حضرت آمد این گوشت پخته شد و لحاظا مقداری آب گوشت با یک قسمت گوشت که کوچکی هم توی کاسه گذاشت و اون هم که آمد بوی گوشت زن هم دانایی بود، بچه های خود را داد شاداب کرد، خودش هم خورد و شاداب شد. پیرمرد هم که آمد بوی گوشت و دیگو را گیج کرد. الان این بینی بوی غذا بهش مشام نمیاد. اون قدیم مستضعفی از فاصله ها بوی دانکو به مشام میاد، صدای ترک ترک دانکو بچه های مادردار وادار میکرد که فلان چه دانکو میکنم بده گندو. حالا از این گذشته بگم وقت گرفته میشه بگذاره. آخر آورد مقداری داد، چیه با همسایه باجی عجب شیرین کمی داد خود. پس گفت چقدر شیرین بوده مگر کم بوده؟ گفت کمی دیگه هست بیارم برای شما، برای بچه ها گذاشتم به فلانی جان گذاشتم. گفت بیا آورد داد کمی از همین به اصطلاح شوربا و کمی گوشت مشتکی و خورد و الحمدلله دعا خیری کرد. و بعد که بچه ها آمدن بچه ها هم که داد و اونایی که بودن کوچلوها خورده بودن. بعد گفت بیا چارگی نمون بره، اسم بره را گرفت. بره ها نام دارن دیگه نه. یک مرتبه برداشت زنم را دور بره پلاس، این طرف پلاس میره، اون طرف بچه ها یک طرف هم یک طرف. بچه بزرگ بابا نه صبر کن، مادر بیچاره یک طرف بود. این طوری بخیل خدا نجات بده. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا. الله تعالی ببینید دعوت میدهد شما را، وعده مغفرت به خاطر صدقه و وعده فضل بیشتر. در حدیث آمده است که وقتی فرشته ها هر صبح دعا میکنه اللهم آت منفقا خلفا و آت ممسکا تلفا، او کما قال نبی صلی الله علیه وسلم. خدا آن که انفاق میکند عوض بده و آنی که نمیدهد بهش نقصان و تلف بده.
و هیچ کسی مالش را انفاق کم نمی. الله صدقه را گفته یربی صدقات یمحق الربا، و بعد اینقدر خسیسن دادن به جای خود که سودخواری میکنه، سود میخورن. والله واسع علیم، الله تعالی وسیع در مضاعف کردن، علیم اخلاص هر کسی را الله میداند. این مضامین را کسی میفهمد که فهم صحیح داشته باشد. یؤتی الحکمت من یشاء. الله تعالی میگه این چیزها را که وعده بالغیب هست، 1/700 و روز خطرناک درد این صاحب مال را دوام میکند. الله تعالی میگه این مسائل را صاحبان حکمت میدانند و این حکمت هم هر کس که خدا بخواهد باید دانش میده، میدهد حکمت را الله تعالی به هر کسی که بخواهد، و هر کسی که داده شد حکمت، درک و فهم درست دین، تو فقط اوتی خیرا کثیرا، به این خیر کثیر داده شد. و ما یذکروا، و این حرفها را تذکر نمیفهمند مگر صاحبان عقل. این آیه به ما قبل و ما بعد ارتباطش خیلی امینه. الله تعالی میگه عطای من به 2 صورته، حسیه و معنویه. علم، دانش، علوم، اینها عطای معنویه. و از این عطا هم می شود که فیض رسانی کند، فیض علوم را برساند. حکمت بهش خدا داده، حالا یک دکتر یک مریض مستمند را رایگان معالجه کند، این هم جز نفقات هست، بلکه نفقه بسیار ارزنده، نیست ارزنده. یک صاحب علم علوم عصریه خود را به کسی تفهیم کند، او احسان بزرگی نکرده. که متاسفانه اینهایی که علوم عصریه دارند به هیچ کسی رایگان چیزی نمیدن، میدن، لیکن علم آسمان، علم نبوت، علم انبیاء، این علومی هست که انبیاء رایگان دادند و امروز هم رایگان داده میشه. این حکمت را الله تعالی میگه من به هر کس دادم، من بهش خیر کسی دادم. و هر جا الله تعالی تقابلا ذکر میکنه که علم حکمت، هر علم حکمت، لیکن علم انبیاء حکمت است. یعلمهم الکتاب والحکمت. الله تعالی میگه من به هر کسی دادم، من به او خیر کثیر دادم. و من یؤت الحکمت، حکمت را عموما حضرت معنا میکرد فهم صحیح، درک صحیح. حالا لازم نیست که سند یافته دارالعلوم باشه. حکمت به هر انسانی داده شده است، به او خیر کثیر داده شده و اشاره شد که این حکمت باید بخش بشه، انفاق بشه. بله، حکمت چنان نعمتی هست که سودش بعد از مرگ هم ادامه دارد. علم ینتفع به. و این حرفها را میگه صاحبان لب درک میکنند. صاحبان لب را قرآن جای دیگر تعریف کرده، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. بله سروران گرامی، اگر کسی انفاق مال ندارد انفاق کند، با اون حکمت همه رحمتها را برای خود جلب کنید. ذکر به کثرت، تلاوت به کثرت، تسبیحات به کثرت. فقرا آمده یا رسول الله، وقتی این همه صفات بیان شد برای انفاق، فقرا گفته یا رسول الله صاحبان مال از ما سبقت بردن و ما عقب ماندیم. بعد پیغمبر گفت من شما چیزی نشان میدم، شما عقب نمیمانید، عمل کنید. بعد از نمازهای فرضی تسبیحات 33 حمد و تسبیح و
تکبیر را بخوانید شما عقب نمیمانید. خب اونایی که پول داشتن شروع کردن بخواندن و مالدار بودن، باز رسول الله اونها سبقت کردن، ذکر ما را هم میکنن و انفاق هم میکنن. مثلا من ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، فضل خدا، تو بیشتر ذکر کن. واقعا ذکر و تلاوت که صاحب حکمت و اولو الالباب اگر در ذکر و عبادت که قولی اگر مالی ندارن در قولی کوتاهی نکنند. خصوصا حامل قرآن را اللہ تعالی گفته حامل قرآن، حافظ قرآن، من به نعمت بسیار بزرگ بودم. این فضل ویژه من است و این عنایت ویژه من است. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. حامل حکمت بناد به حکمت که فضل خدا هست و رحمت خدا. ذلك خیر مما یجمعون. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این فضل و رحمت از تمام امکاناتی که تمام انسان ها جمع میکنن بهتره. قبلا نگفت یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، و ضمیر مما یجمعون، یجمعون ضمیرش برمیگردد به تمام انسان ها. من به هر انسانی که حکمت دادم، علم دادم، قرآن دادم، او اگر احساس کهتری کرد بزرگترین نعمت به حرام. اللہ تعالی می نمیگه هو خیر مما یجمعون. این فضل و رحمت خدا قرآن. یک انسانی 100 شتر قربان کند در زندگی خودش لیست هم بگیره، میگه من خیرات بسیار بزرگی، سالی یک شتر یا 2 تا شتر بده و خیلی میگه که من خیرات بزرگی کردم. هست خیرات بزرگ، یک شتر 1,400,000-500,000 تومان. و پیغمبر پاک گفت هر آیه از یک شتر پیش خدا بیشتر ثواب داره. همینه میگه و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. از این نعمت انسان خدا اخلاص عنایت کند، چه نعمت بزرگی. و این آیه را در وسط این آیات انفاق آورد و اشاره کرد که صاحب حکمت هیچ زمانی یکنی. من به نعمت بسیار بزرگی دادم، حافظ قرآن، تالی قرآن، من به نعمت بسیار بزرگی دادم. و چرا این آیات رو اینجا آورد؟ که جمع کثیری از صحابه فقیر بود، نادار بود. وقتی فضائل انفاق آمد و لحظه برای آنها گران تمام شد. الله تعالی اینجا گفت حکمت به شما دادم. همین قرآن را گفت قل بفضل الله و برحمته هو خیر مما یجمعون. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. بنازی. خدا نازیدن را دوست ندارد، لیکن من گفته به هر کس دانش دادم، علم دادم، او نازید که خدا به من نعمت بزرگی داده است، او باید بنازه، او نباید احساس کهتری کنه. متاسفانه امروز بسیاری احساس کهتری میکنه و این احساس کهتری ما را از قرآن فاصله داده. ما احساس سربلندی نمیکنیم. و آنچه شما انفاق میکنید از نفقه در راه خدا یا در راه شیطان، نعوذ بالله. او نظرتم من نظرین، یا نظر میکنید، هر نظری باشد برای خدا، در طاعت خدا نظر میکنید یا در معصیت خدا یا برای غیر خدا، به هر حال فإن الله یعلمه، خدا نظرها و نفقات شما را میداند که شما برای کی کردید. نفقه را برای خدا کردید، نظر را برای خدا کردید یا برای غیر خدا کردید. خدا همه را میداند. و ما
للظالمین من انصار. ظالمین یعنی آنهایی که نظر برای غیر خدا میکنند، آنهایی که انفاق برای غیر خدا میکنند، آنها ظالمند و ظالم بدون یارن روز قیامت. یار ندارن، معین ندارن. اونی که نظر برای غیر خدا میده و اونی که نفقه برای غیر خدا میکنه. ان تبدوا الصدقات، اگر شما ظاهر کردی صدقات را دادی فنعم هی، این هم خیلی خوبه که نفقه را ظاهر کردید و دادی. بله امثال زکات، امثال صدقه فطر، این انسان ظاهر کنه بده بهتره. چرا؟ مردم تانش نزنن که پول داره زکات نمیده، شطور داره زکات نمیده، گوسفند داره زکات نمیده. از اینکه انسان در مورد تهمت بین مردم قرار نگیره تو زکات ها را ظاهر بکنه بده. اگر شما ظاهر کردید صدقات را و دادید تو خیلی خوبه. این ظاهر کردن و دادن اصل اخلاصه. اگر مخفی کردید اون صدقه را دادید به فقرا و مساکین تو فهو خیر لکم، این هم برای شما خیلی خوبه. این اخفا بهتر از اظهار. توجیه آیه در باب زکات همون اظهار بهتره و در باب غیر زکات کمک هایی که شما میخواهید بکنید به مساجد زکات نیستن، ببینید کسان اینها را مخفی کنید و بدهید، خیلی خوبه برای شما. دوره و پیغمبر فرمود صلی الله علیه وسلم طوری شما بدید که یمین شما از شمال خبردار نشه. این خیلی خوبه. و یکفر عنکم من سیئاتکم، الله تعالی صدقه گناه انسان را معاف میکنه. ثمره دوم صدقه عفو میکنه الله تعالی از شما گناه شما را و خدا به آنچه شما عمل میکنید خبر دارد. ترغیب اخلاص. بعض فقرا و مساکین داشتن خویشاوندان صحابه، وقتی اینها ایمان نآوردن در قلب صحابه این تصور آمد و حتی بعضی پیشنهاد کردند که اینها را ما نمیدیم تا که تسلیم بشن و ایمان بیارن. الله تعالی گفت چه کار داری شما میدید برای خدا که میدید بدید دیگه. هدایت نمیشن، گناه برگردن خودشون با شما نیست به عهده شما ای پیغمبر هدایت اینها، لیکن الله هدایت میکنه هر کس را بخواه و آنچه شما انفاق میکنه از خیر برای خود میکنی. سبحان الله. ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، الله تعالی میگه این انفاق برای من که نیست، برای فقیر هم نیست. آنچه شما انفاق میکنید برای خودتان نیست، نفعش به خود شما برمیگرده. سبحان الله. واقعا همه چیز مال خدا هست. خدا به ما عزت داده، گفته بخور و بده، بازم من بهت اجر میدم، هم در دنیا عوض میدم هم در آخرت عوض میدم. آنچه شما انفاق میکنید از خیر و مال برای خودتان میکنید و شما انفاق نمیکنید مگر برای طلب رضای خدا. بدی چیکار داری؟ کافر مرتد در چی نام بدی؟ فهمیدی یا نه؟ و شما انفاق نمی کنید هیچ خیری را و آنچه شما انفاق می کنید از خیر ما نافینیت موصولیه تو یوفا الیکم، تکمیل داده می شود به جانب شما عوضش، ثواب آن در قیامت کامل به شما داده می شود و انتم لا تظلمون و بر شما یک ذره ظلم هم نمیشه. خلاصه این که ابتغاء وجه الله و توفی ثمره در هر صورت برابرند. پس تخصیص فقرای مسلمین برای چی می شود؟ به شرط که نفقه نفلی باشد یا نفقه حاجت، نه دعوت و زکات، چون که برای کفار جایز نیست. زکات به کافر نمیتونی بدی، صدقات نفلی. به هر حال الله سبحانه و تعالی می فرماید همه چیز به شما برمیگرده و یک ذره ظلم کرده نمیشه. کسی برای خدا میده دیگه هیچ انگیزه نیست جز خدا. الله تعالی میگه اگر من به شما آواز ندم
حتی ثمره صدقات به کفار در دنیا برمیگرده. کافر اگر صدقه خوبی چیزی بکند ثمرش حتی به دنیا برای او برمیگرده. خب به مؤمن که وعده در دنیا هم خدا عوض میده و در آخرت هم که خدا عوض. مؤمن که برای خدا هر چیزی را خرج میکند در دنیا و در آخرت عوض داره و یک ذره بر شما ظلم نمیشه. خب تا اینجا هر چی که خواندیم که خرج کنید، لیکن برای که خرج کنید؟ حرف اینجا خرج میکنید، لیکن برای کی و در کجا؟ الله تعالی میگه خرج برای اون فقرایی بکنید که در راه خدا بند کرده شد، استطاعت تجارت را ندارن، در راه از صبح می آیند تا عصر در جبهه جهادن، در جبهه دعوت و تبلیغن، در جبهه درس و تدریسن، اینا در راه خدا بندن. خرج کنید برای اون فقرایی که محصور شدن، بند کرده شدن در راه خدا، مجاهدین، طلبه علوم دینی و خدمتگاران. این عقلان که نمیگیم که نه عقل چطور استطاعت تجارت نداره، به خاطر مصروفی و مشغولی به کارهای خدا. سبیل خدا را بزرگان ذکر کردن که مجاهدینن و غزات فی سبیل الله و طلبه علوم دینی و خدمتگاران. اینا در راه خدا بندن، نه زمینی کشاورزی دارن، نه عرض به خدمت دیگه تجارت و کسب و کاری دارن. اصلوا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا یحسبهم الجاهل اغنیاء. فکر میکنن، جاهل اینجا به معنی بیخبر، اونی که از احوال و اوضاع اینها خبر ندارن گمانشون میکنن غنی. من التعفف، به خاطر اینکه آنها عفت دارن سوال نمیکنن. چون سوال نمیکنن؟ شاید کسانی باشند که قند و چایی هم در خانه نداشته باشند، پول تاکسی هم نداشته باشند، لیکن به کسی نمیگن. اگر بگن که ما پول تاکسی نداری شاید 100 تومن کسی بده، نمیگن. همینه که اونجا هم خواندیم که باید انسان تفقد کنه این چه کسبی دارد، چه شغلی دارد، زمینی دارد، مزرعه‌ای دارد، آبی دارد، گوسفندی دارد، تجارتی دارد. فقط پیراهن را شسته و به تنش شست و شما فکر میکنید پول دارد. ما طالب علمی زمانم میرفته از اینجا تیترون که میگرفتیم و جمعه به جمعه میشستیم، همون کشاورزان و تو روستا درس میخواندیم، فکر میکردم ما چقدر پول داریم. تیترونی گفت پوشیده، در حالی که به 9 سال طلبگی من یک طالبی بودیم نشسته که با ما حرف زد و زد، وقتی بلند شد 1 روپی به ما داد. و ما همون روزا 1 روپی نداشتیم، این 1 روپی را برداشتیم و دویدیم اونجا. یک باغی داشتن، مال نمیدانم پرتقال بود نارنگی بود، همین روپی برای ما یک بد پرتقال نارنگی شد. من همیشه خاطره من میگم در زندگی 9 سال در پاکستان 1 روپی صدقه شده. تو شاید همین لباسهای تیترون ما را میدیدن. سبحان. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف لیکن تعرفهم بسیماهم. تو اونها را میشناسی به چهره که لحاظا آثار فقر، آثار ناداری شناخته میشه. شما پیغمبر آنها را میشناسید. و حضرت ابو هریره از گرسنگی گاگای غش میکردن، لیکن با زبان نمیگفتم که من گرسنه. لا یسألون الناس الحافا، اینها نمیخواهند از مردم بلجاجه. الحاف همینه، بلجاجه همین گداها گارتمی هم میگیرن.
انواع و اقسام بعضیان نعوذ بالله دروغ میگن خدا نجات میده. یکی میگه خانه منسوخه، یکی میگه بچه منسوخه، من مریضی دارم. اونا الحافا میگیرن، لیکن اون بندگان خدا که اسروا فی سبیل الله لا یسألون الناس الحافا. باز قرآن آمدان که شما خرج میکنه صرف ان الله به علیم. الذين ينفقون اموالهم، ترغیبونا که خرج میکنن اموال خود را باللیل و النهار، در حالت عموم شب و روز، سرا و علانیتا، محرمانه میدن و علانیه هم میدن، فلهم اجرهم عند ربهم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوفی بر آنها نیست و نه برای دیگران مغموم میشن. برعکس آنهایی که سودخواری میکنن چه کار میکنن؟ به جای دادن سود میخورن. الله تعالی میگه این سودخوار وقتی از قبر بلند میشه مثل دیوانه. چقدر انسان بدبختن که سرمایه خود را بردن در بانکها و سودش را میگیرند و برای افطار و سحری میخورن. 100 میلیون برده در بانکهای مختلف گذاشته، ماهی 1 میلیون تقریبا برش سود میآید، اینا رو میگیره و میخوره. این دیگه واقعا بدبخت. سودخوار الله تعالی میگه مثل دیوانه بلند میشه. کدوم سودخوار؟ که سود را حلال هم بدانه. وقتی سود را حرمتش بیان کرد، کفار مبالغه کردند که انما البیع مثل الربا، تجارت هم یک سود دارد نی؟ پس اصل قرار دادن سود را، بعد معامله را به او تشبیه دادن. الله تعالی گفت نه، معامله حلاله، سود حرامه. سود چیه؟ حالا در معامله هم سوده. 1 میلیون ماشین میگیره 2 میلیون میفروشه، 10 میلیون میگیره 15 میلیون میفروشه. کدوم سوده؟ سودونه که پول در برابر پول بشه، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما، نمک در برابر نمک، برابر جایز مازاد سوده. 1 میلیون میده برای 1,180,000 تومان تا 6 ماه. 1,180,000 سودشه. این دیگه دیوانه است. حلال دانندش کافره. هر که سودخواری را حلال بداند اون کافره. اون کسانی که میخورن ربا و بلند نمیشند از قبرها الا مگر، ما مصدری جمله را به معنای مصدر میکنه، مگر مثل بلند شدن اون کسی که یتخبطه شیطان به او ضربه زده، یعنی شیطان او را دیوانه کرده. از جنون، از دیوانگی، این من المسع من الجنون، این تعلق دارد با لا یکون من الجنون الا مگر ایستادن اون کسی که شیطان او را دیوانه کرده، جنها او را گرفتن، حواس باخته. این دیوانگی، این عذاب دیوانگی که از قبرها برای چیه؟ به سببی که اون گفت انما البیع مثل الربا، بیع این مثل معامله، این مثل سوده. کفار گفتن همانطوری که در تجارت سود هست، اینجا هم از پول خود سودی به دست میاد. این عذاب که حالت دیوانگی بلند میشه به سبب اینه که او گفته انما البیع مثل الربا، مبالغتا در علت تجارت را به سودخواری تشبیه دادن. الله تعالی رد کرده حل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده و حرام کرده سودخواری را. هر شخصی که بیاید برای اون نصیحت از جانب ربش، او باز بیاد از سودخواری، تو فله ما سلف، گذشته هرچی کرده موافق. چون سودخواری رایج بود، وقتی حرمت سود آمد در قلب صحابه، این شکوک آمد که ما سالها سودخواری تجارت کردیم. مثلا یک تاجر بزرگ عباس ابن عبدالمطلب ابوی پیغمبر بود که مالهای خود را سودی میداد. ببرید 110 به من بدید. خدا گفت نه، آنهایی که قبلا هرچی خوردن آنها بخشیده شده، از این تاریخ به بعد سودخواری نکنید.
هر کسی بیاید برای اون نصیحت از جانب ربش او دست بکشه از سود گرفتن و حلال گفتن باز بیاید، سود را حلال ندانه و سود خاری نکنه و سود نگیره، تو برای او هست آنچه گذشته، یعنی برای آنها حلالند سودهایی که گذشته گرفتند و خوردن یا الان دارند و معامله اینها به طرف خدا هست. روز قیامت الله تعالی میداند که چه کسی بعد از حکم حرمت سود خورده و چه کسی سود نخورده و کسی عود کند برای سود خاری، برای سود بخوره، اینها اصحاب نارند، همیشه میمانند توی آتش جهنم. او الله تعالی میگه کسانی که سودی معامله کردن، سودی کسب و کار کردن، ولو در ظاهر بسیار شکست خوردن، پول گرفتند و بازار را زدن بالا، چنان ضربه خوردن که روز میلیون ها پول سود به گردن آنها میاد. 100 میلیون گرفته حالا باید 400 میلیون بده، کل بازار تر بفروشه هم دینش ادا نمیشه که خدا اعلان جنگ با سودخوار دارد. نابود میکند الله تعالی سودخواری را و سودخواران را و پرورش میدهد صدقات را. الله تعالی اونی که شما به نام من میدید این پرورش مییابد. یک دانه خرما با اخلاص اندازه کوه احد میشه، 1 ریال 700 ریال و یضاعف لمن یشاء میشه. و خدا دوست ندارد هر کافر را که سود خاری را حلال بداند او کافره و گناهکار را اونی که سود را حرام میداند و سود خاری میکند. توجیه کفار و اثیم را فهمیدی؟ مستحل سود کافره و خورنده سود و حرام داننده آن گناهکار. الله تعالی نه کفار را دوست دارد و نه اثیم را. برعکس ان الذين آمنوا، آنهایی که باور دارند سود حرامه و عمل صالح میکنن و اقامه نماز میکنن و پرداخت زکات میکنن، برای آنها اجر آنها نزد رب آنها، خوفی برای آنها نیست و محزون هم نمیشه. نه برای کسی غمناک میشند و غمگین و اندوهگین و نه برای خودشان خوفی هست. یا ایها الذین آمنوا، او مؤمن، اتقوا الله، از خدا بترسید. خب بعضی ها سودخواری کرده بودن، معامله سودی کرده بودن، حالا چه کار کنی؟ الله تعالی گو از خدا بترسید، سود نگیری، راس المال خود را بگیر. شما 100 دادی 100 خود را بگیری، 10 دیگر را نگیری. حالا که حکم حرمت آمده، اگر که تو قبلا معامله کردی 100 به 10 دادی، الان 100 تا بگیر، 10 را نگیر. نه شما ظلم کنید که سود بگیرید و نه ظلم کرده شود بر شما که راس المال به شما داده نشود. اکسان شما ایمان آرد از خدا بترسید، بگذارید آن چرا که باقی مانده از سود. اگر شما ایمان دارید و اگر این کار را نکردید و ما معامله قبلا کردیم، اون معامله قلبی باید پول با فایدهش داده بشه، تو اعلان جنگ باش. لم تفعلوا، اگر دست از سودخواری نگرفتی، از سودخواری باز نآمدی، اعلان جنگ با سودخواران، تو فاذنوا، خبردار باشید، آگاه باشید به جنگی از جانب خدا و رسول. خدا و رسول به جنگ شما میاد، با سودخوار باید جهاد بشید. پس یکی حکم خدا را نقض می کند، سودخواری را حلال می داند، اعلان جنگ هست از طرف خدا و رسول. شما باید با سودخوار بجنگید و او را از طرف بیایید. و اگر شما توبه کردید که راس المال خود را گرفتی، سود نگرفتی، پس برای شما سر مال شما است، اصل مال شما ظلم نکنید به گرفتن سود و بر شما هم ظلم کرده نمی شود که حق مال اصلی شما داده نشود، اصل مال شما داده نشود. خب حالا بدهکاره، این بدهکار ذو اسره ناداره، شما
بهش قرض دادی و به موعد به شما نمیده، الله تعالی میگه مهلت. این مهلت هم برای شما صدقه. و اگر بدهکار شما صاحب عسره هست، یعنی تنگ دستی نداره، تو بر شما لازمه که مهلت بدهید او را تا دارایی. و باز ترغیب میده اگر شما خیرات کردید و بهش دادید خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. بله انسان کسی را که قرض میدهد و قرض خود را هر زمانی بگیرد و در هر مدتی که با او قرضش هست، الله تعالی ثواب صدقه را میده. قرض خود را میگیره و ثواب صدقه هم میرسه. این خود پیغمبر خدا گفته است که اقرض الله قرضا حسنا. و اگر تصدق کردید و ماشاءالله خیر لکم ان کنتم تعلمون. باز در پایان الله تعالی این آیه را میگویند آخرین آیه ای هست که در قرآن نازل شده. بعد از این آیه دیگه آیه نازل نشده. همین واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. همین آیه را میگن آخرین آیه ای هست که نازل شده و بعد از این دیگه آیه نازل نشده. همین آیه تنها همین آیه 281 به ترتیب از روزی که ارجاع داده میشه در آن روز به طرف خدا و بعد کامل پرداخت کرده میشه و هر انسانی آنچه کسب کرده کسب او به او کاملا داده میشه و این انسان ها یک ذره ظلم کرده نمیشن. ظلم دو صورت داره سروران گرامی. نیکی که انسان انجام داده، خیراتی، صدقاتی، نمازی، جانی مالی عبادتی کرده به حساب نیاید، این هم ظلمه و این هم با هیچ کس نمیشه. و بعد گناهی کرده 10 گناه برایش بنویسن، این هم ظلمه. هر دو صورت ظلم روز قیامت انجام نمیگیره. نه حسنات کسی گم میشن که به پای حساب نیاین و نه سیئات کسی مضاعف کرده میشن. هیچ کسی ظلم کرده نمیشه، حقش کامل بهش داده میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.